اگه از باربی خوشت میاد، باربی و ترسا رو از دست نده. داستان از جای شروع میشه که ترسا تصمیم میگیره رستوران دلخواهش رو توی نیویورک راه اندازی کنه. اما یه اتفاق بد میفته و اونم این بوده که دستور پخت قدیمی که از نسل قبل تاماله بهش رسیده بوده گم میشه. ترسا ناامید میشه، اما دوستای صمیمیش باربی مالبو و باربی بروکلین کنارش میمونن تا این دستور پخت قدیمی رو پیدا کنن. در طول راه با ماجراجویی خنده‌دار و چالش‌های بزرگ مواجه میشن و ترسا میفهمه که راز خوشمزه شدن غذا توی عشق، دوستی و همکاریه. این کارتون به ما عشق رو یاد میده و یاد میگیریم که چجوری با عشق و همکاری هم موفق تر